سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید از چنل خودتون. امروز در مورد یه مسئله صحبت می‌خوایم بکنیم که خیلی از بچه‌ها سوال کرده بودن توی کامنت‌ها و پرسیده بودن چجوری ریکورد می‌کنی، برنامه‌ای که باهاش ریکورد می‌کنی چیه و چجوری FPSی که توی ریکورد می‌گیری انقدر خوبه و کیفیتت هم خوبه. امروز دو تا برنامه‌ای که من خیلی باهاش کار میکنم رو براتون معرفی کنم و میدونم که مشکلتون کاملا توی این ویدیو حل میشه و چیزی نمیمونه برای گفتن. لایک و کامنت و سابسکرایب ویدیو یادتون نره. بریم سراغ این ویدیو خیلی خبر. خب بچه‌ها، بعد از اینکه برم دو تا برنامه ریکوردر رو براتون معرفی کنم، یه کار خیلی مهم هست که بریم اونو انجام بدیم. میریم توی امنیت گوشیمون و از اینجا گیم توربو رو انتخاب میکنیم و میریم توش و حتما یادتون نره که فیلتر شکنتون باید روشن باشه وگرنه گیم توربو بالا نمیاد. این هم یه نکته‌ایه که خیلی‌ها مثلا باهاش مشکل داشتن. وقتی که گیم توربو بالا اومد، از اونجا گزینه ستینگ رو از اونجا بالا انتخاب میکنیم و از اینجا از بخش اول تنظیمات عمومی، اون پایین ترین گزینه یعنی افزودن بازی، از اینجا من میبینید که پابجی موبایل رو انتخاب کردم و از اینجا همون برنامه‌ای که میخوایم باهاش ریکورد بکنیم هم از اینجا انتخاب کنیم. خب بچه‌ها، با اینجا کارمون تموم شد. بریم واسه معرفی این ریکوردر رو. خب بچه‌ها، بدون معطلی بریم سریع تنظیمات رو واسهتون توضیح بدم. این بالا رو از بالا به پایین میکشین و از اینجا ریکوردر یعنی همون کامera رو میبینید، روش کلیک میکنید و نگه میدارید و میرین توی تنظیمات. خب وضوح رو میذارین روی آخرین حد ممکن اگه میخواین کیفیت بالا بگیرین و اگه گوشیتون ضعیفه پیشنهاد میکنم که گزینه دوم رو بذارین، ولی اگه گوشیتون مثلا 90 fps یا 120 fps بذارین روی گزینه آخر. کیفیت ویدیو این مهمترین جایی که اگه کیفیت بالا میخواین بالاترین حد ممکنه بذارین و اگه گوشیتون ضعیفه بذارین روی 50 32 یا 24. من میذارم روی آخرین حد ممکن. این مهمترین جایی که بخواین کیفیت بالا رو بگیرین همینجاست. و جهت دیگه به خودتون مربوطه. من میذارم روی خودکار و میخوام دو حالت هم من ریکورد کنم، هم عمودی هم افقی. خب منبع صدا از اینجا هیچ کدام که این اولیه هیچ صدا رو ریکورد نمیکنه، هم صدای خودتون هم صدای بازی رو، فقط تصویر رو ریکورد میکنه. میکروفون هم که صدای خودتون رو ریکورد میکنه، صدای بازی رو ریکورد نمیکنه. سیستم هم که دیگه فقط صدای بازی رو ریکورد میکنه، صدای خودتون رو ریکورد نمیکنه. هر دو هم که دیگه هر دو رو ریکورد میکنه. خب بچه من میذارم روی صدای سیستم که فقط میخوام صدای سیستم ریکورد شه. خب نرخ فریم، اینجا نرخ فریم رو شما بذارین روی 60 و 90 فریم رو هیچ وقت نذارین و این اشتباه رو نکنید. و اگه بخواید شما توی هر اپلیکیشن فعالیت کنین 60 fps دیده میشه و 90 fps بذارین الکی به گوشیتون فشار میارید. خب از اینجا سه تا گزینه آخریه هستش که اینا گزینه های زیاد مهمی نیستن، به کیفیت هم ربط ندارن. این گزینه اول رو من روشن کردم، چون روشن کردم راحت تر کار کردم با این برنامه. خب نمایش حرکات انگشت که چیز چرتیه و بعضی رو دیدم اینو روشن کرده بودم، واقعا واسه اونم چرت بود و اصلا یه چیزی که نیاز نیست. خب نمایش ضربه به دکمه ها که اینم یه چیز چرتیه و توی ادیت خیلی راحت میتونید درستش کنید و این دوتا گزینه‌ای که اینجا زده رو شما خاموشش کنید و به درد نمیخوره. خب این از تنظیمات ریکوردر گوشی شیائومیمون. بریم اون یکی ریکوردرمون که دیگه واسه همه گوشی‌ها هست و خیلی خفن تره. بریم سراغ اون یکی برنامه. خب بچه‌ها، ریکوردری که باش کار داریم این ریکوردره و اسمش اون بالا خیلی بزرگ می‌نویسم که بخواین اگه خواستین بریم توی گوگل پلی دانلودش کنین یا اگه خواستین میتونید خیلی راحت از کانال تلگرام هم که آیدیش میاد از اونجا دانلود کنید. خب میریم توی برنامه و از اینجا دو تا ریکورد می‌بینین که من قبلا یه تستی گرفته بودم که اگه یه جایش مثلا اوکی نبود معرفیش نکنم، یه برنامه بهتر پیدا کنم. خب از اینجا 4 تا گزینه بالا می‌بینید که میریم توی گزینه 4 یعنی تنظیماتش که تنظیمات کیفیته. خب مثل همیشه وضوح بذارین روی 1080 اگه گوشیتون گوشی قویه و اگه گوشیتون ضعیفه بذارین روی 720 که من میذارم روی 1080. خب کیفیت ویدیو یعنی بیت ریت، اینم اگه هر چقدر هم بالا باشه کیفیت بهتری میگیریم. پس من میذارم روی 16 و اگه گوشی شما مثلا ضعیفه بذارین روی 12 یا 10،
10 و اگه شما اولین بار وارد این برنامه بشین اون روی خودکار قرار گرفته که همون 8 و 10 میشه و اگه گوشیتون ضعیفه میگم دیگه 12 بذارین یا 10 بذارین. من میذارم روی 16. خب گزینه بعدی بچه‌ها گزینه فریم که اینجا نوشته فریم ریت هم مثل همیشه 60 بذارین و از 60 بالا باشه زیاده روی الکی به گوشیتون فشار میارید و اگه 90 fps باشه به دردتون نمیخوره. مثلا تو هیچ برنامه‌ای که شما مثلا ویدیو میبینید و ویدیو آپلود میکنید هیچ وقت از 60 fps بالاتر رو بهتون نشون نمیده. خب جهت هم دیگه خودکار بذارین و هر دو حالت رو واسهتون ریکورد کنه. خب بچه ها منبع صدام که دیگه به خودتون مربوطه که هر حالتی که دوست داشتین بذارین که من صدای سیستم رو میذارم فقط صدای داخلی. خب بچه ها اینم بود از تنظیمات کیفیتش و اگه بخواین رکورد کنین این بیلی بلکر رو مثلا اون گزینه بالایی رو انتخاب کنید و خیلی راحت ریکوردش کنید و این بود از تنظیمات ریکوردر و امیدوارم خوشتون اومده باشه و یه لایک و کامنت و سابسکرایب ویدیو یادتون نره و بریم سراغ این گیم پلی خفن. Thanks. Watch out! یک دو سه برو